هوای یه هفته خیلی خوبه و فکر میکنم که دیگه روزهای آخریه که ما اینجا آفتاب میتونیم ببینیم و دیگه تموم شه و کلا بارون و هوا سرد شه و پرونده این خونه ما هم بسته شد. خیلی ناراحتیم. البته خب خیلی خیلی ناراحت بودیم. الان داریم سعی میکنیم که قبولش کنیم دیگه، اینو که خب هر اتفاقی هر آن امکانش هست بیفته. برای همه امکانش بود بیفته، برای ما و اتفاق افتاد. خیلی امکانش پایین بود که این اتفاق بیفته و ما اصلا اینو در نظر نداشتیم، هیچ وقت براش اصلا آماده نبودیم، چون ما این قرارداد رو برای 3 سال بسته بودیم و دیگه خیالمون راحت بود که دنبال خونه نمیگردیم، این سختی‌ها رو دوباره از اول نمیکشیم. و توی همون ویدیو هم که بهتون گفته بودم توضیح دادم که چقدر اینجا دنبال خونه گشتن سخته و ما چقدر ذوق داشتیم که این خونه رو پیدا کردیم و 3 ساله قرارداد بستیم و دیگه خیالمون راحته. ولی خب فهمیدیم که نه، اینجوری هم نیست و همون 1% هم اون اتفاق بده میتونه بیفته و برای ما اتفاق افتادین در حالی که هیچ انتظارشو نداشتیم. دیگه جون سخت شدیم یه جورایی. جریان چه بود؟ تا یک روز خیلی خوش و خرمی بود که ما میخواستیم بریم بیرون که صاحبخونه‌مون رو دیدیم و گفت که ما متاسفانه میخوایم خونه رو بفروشیم، احتمالش هست که خونه رو بفروشیم و خودمون میخوایم توی خونه بشینیم. و خب بدترین خبری بود که برای ما میتونست باشه و احتمال دادینو و گفت باز هم بهتون خبر میدیم. که قشنگ اون روزو من یادمه که تقریبا 1 ماه پیش بود که این خبر رو به ما داد، شاید هم یه خورده بیشتر. چند اون شب من یادمه که یعنی شبیه خونه عذاب بود خونمون، انقدر ما ناراحت بودیم تا صبح و من همچنان امیدوار بودم که شاید اصلا احتمالش باشه که اینا پشیمون بشن از این کارشون، شاید یه راه دیگه پیدا کردن و اینا. که صبح دیگه من به میلاد گفتم زنگ بزنیم و بپرسیم ازشون، چون دیگه نمیتونیم این شکلی ما بدونیم تکلیفمون چیه. و زنگ زدیم و گفتن که نه متاسفانه دیگه ما خودمون میخوایم توی اون خونه باشیم و بعد دنبال خونه بگردین و هیچی. سلام خوشگل من جونم، تو خیلی دلم واسه تنگ میشه، خیلی. صبح کافی نخوردم، اومدم یه کافی بگیرم. این خر کجا؟ خلاصه ما که فهمیدیم که آقا جریان اینجوری شده و ما دیگه مجبوریم دوباره دنبال خونه بگردیم، شروع کردیم همون مراحلی رو که از اول رفته بودیم. تو همون ولاگم بهتون گفتم دوباره از اول شروع کردیم همه وبسایت ها رو چک کن، دوباره ایمیل بفرست این ور اون ور، تا اینکه 2-3 هفته پیش خونه یکی از دوستامون که بودیم دیدیم یکی از واحدهای اون طبقه داره خالی میشه و رفتیم صحبت کردیم با مستاجره و قرار شد که با صاحبخونه صحبت کنه و حالا یه ترمینی بذاریم ببینیم که چی میشه. هیچی دیگه، اونجا رو فعلا اوکی کردیم و قرار شد که همون دست پیشی کنیم. و خب طبیعتا خونه این نیست که ما برای طولانی مدت بخوایمش، ولی برای اینکه حالا موقت 1-2 سالی باشی و با خیال راحت‌تر دنبال خونه بگردی فعلا اوکی. همین که از این استرسه که دیگه اینجا 3-4 ماه وقت داشتیم باید سریعا یه جا پیدا می‌کردیم، از این استرس بیایم بیرون خوبه برای این کار. الان باید بریم دوباره وسایلمون رو بسته‌بندی کنیم، بریم ببینیم اصلا چقدر کارتون مارتون داریم و اینا، دوباره اسباب کشی. تمومی نداره مصیبتامون. تو هم جبه ماست گرفتم از بقالی، امیدوارم کافی باشه. شاد زبان.
من ویوی پنجره این اتاق خیلی دوست داشتم. وایسادم یه چند ثانیه باز نگاهی کردم و آخرین دوش این خونه رم گرفتم و باز دوباره شروع کردیم جمع کن. تموم نمیشد. و رسیدم به کوهی از سبزی‌های خشک که کی می‌خواست اینا رو جمع کنه، که آخر سر تونستم فقط این شکلی سر و تهشون رو هم بیارم و خرده‌ریزای آشپزخونه رو با مصیبت تمام تا جایی که میشد جمع کنیم. وسط بستن وسایلامون داریم آماده میشیم بریم قراردادو بنویسیم، قرارداد خونه جدیده رو. از منو برام مامشون کنم. تمام بریم. خب آقا این چندمین خونه ایه که ما میخوایم ساکن بشیم؟ 4مین خونه است. برگدورف. بعد اون 20 روزه که اجاره گرفتیم این خونمون و انشالله خونه بعدیمون 4مین و فقط هم همه اینا در عرض 1 سال. تو شهرهای بزرگ که میخوایم بیاین آمادگی این جابجایی تونتون رو داشته باشیم. بعد دلیلی که حالا ممکنه ما خودمونم 1% احتمال نمیدادیم همچین چیزی بشه، ولی خدا رو شکر که حالا مثلا تونستیم یه جایی رو سریع پیدا بکنیم. اون خودش یه نکته خوبیه. قرارداد رو بستیم و دوباره برگشتیم و رفتم سراغ کمد لباسا رو تا جایی که میتونستم کوچولو تا کردم تا کلی لباس جا بشه. تقریبا یه چمدون شد بر لباسای میلاد و اینم از چمدون من و تمام. و سومین چمدون. آره باورتون میشه که ما این چمدون رو همینجور مفتکی گیر آوردیم از کنار خیابون؟ بله و صحیح و سالم. خودم هنوز باورم نمیشه. نوعش چنده؟ یه 80-90. شام آخر این خونه. اینم از آخرین خریدامون. رفتیم یه چیزایی گرفتیم بخوریم. این فریکادل است. میخوام با برنج مونده گرمش کنم. یه مقدار خرت و پرت گرفتیم که شام بخوریم. و امروز روز آخر خونه است. همه چی رو تقریبا بستیم. رفتم اینا رو گرفتم. اینا رو خریدم بخوریم. چون دیگه هیچی نداریم اینجا استفاده کنیم. تقریبا همه چی رو بستیم. اینا شد وسایلا. اینا و اینا. جام به این شکل. و آقا علی گل اومده بود کمکمون. با هم وسایلا رو بچه‌ها باز کردن، مبل رو باز کردن، به چه سختی کمد رو باز کردیم و آقا علی واسمون لقمه هم آورده بود.
خلاصه با چه مصیبتی ما این همه وسایل رو 3 طبقه بدون آسانسور پایین بردیم. یعنی نگم که چقدر پدرمون در اومد. یعنی و وسایلا شدن این همه تا خرطناق ماشین پر شد و ما خسته و داغان نشستیم یه ذره استراحت کنیم، نفسی گرفتیم و دوباره راه افتادیم. و رسیدیم خونه جدید و وسایلا رو ریختیم جلوی در خونه تا ببریمشون دونه دونه بالا. حالا خوشبختانه اینجا آسانسور داشت. درست داره. بعد این سیاه هم یه دونه بغلم. بعد یه خورده استراحت کردیم و رفتیم یه شامی بخوریم. انقدر که من گشنم بود اصلا یادم رفت که من از غذا فیلم بگیرم. فقط بعد از غذا رو میتونم بهتون نشون بدم و این شد نتیجه. خیلی گشنمون بود. دو روز بعد دوباره رفتیم خونه تا خونه رو تر و تمیزش کنیم و آماده تحویل. همه چی رو سابیدیم و تر و تمیز و مرتبش کردیم. شد دقیقا مثل روز اولش. فکر کنم از روز اولش هم تمیزتر شد واقعا. و آخر سر من این آویز درم درش آوردم و خیلی ناراحت بودم. اومدم اینجا یه چیزی بگم، نتونستم حرف بزنم از ناراحتی و در آخر هم از خونه خداحافظی کردیم. برای ما که خونه خیلی خوبی بود و ما توش خاطرهای خیلی قشنگی ساختیم. امیدوارم برای ساکنین بعدش هم این همه خوب باشه. من به این باور رسیدم که این آدما هستن که خونه ها رو قشنگش میکنن. آدما با عشقشون، با شادیاشون، با خاطرهای قشنگشون میتونن خونه ها رو خوشگل بکنن. پس ما با همه نیرومون راهمون رو ادامه میدیم و میدونم که بازم اتفاقای قشنگی میتونه پیش رومون باشه و این خونه قشنگم هیچ وقت فراموشش نمیکنیم. خدافظ.